پیرمردی که تمام عمرش را به باغبانی گذرانده بود حالا چشمایش کمسو شده بود و همسرش نیز کم شنوا بود. لباسهای کارگریشان نشان از سالها زحمت داشت. یه شب به همسرش گفت بیا امشب بریم خونه یکی از بچه‌هامون. اول رفتن خونه پسر بزرگشون. پسر گفت الان مهمون دارم، اگه شما بیاین آبرو حیثیتم پیش دوستان میره. پدر با لبخند گفت نه پسرم، آبروی تو برای ما مهمه. بعد رفتن خانه پسر دوم. پسر گفت پدر فردا شب بیاین بهتره، امشب پدرزن و باجناق هم هستن و اگه شما رو ببینن آبرو ریزی میشه. پدر گفت باشه پسرم، آبروی تو برای ما مهمه. سپس رفتن خانه دخترشون. دختر گفت بابا من شما رو خیلی دوست دارم، اما شوهرم اگه شما رو امشب ببینه طعنه میزنه و آبرو میره. پدر دوباره گفت باشه دخترم، آبروی تو برای ما مهمه. وقتی برگشتن خونه پیرمرد به همسرش گفت دیدی خانم، تمام عمر کار کردیم که بچه‌هامون آبروشون حفظ بشه و حالا خودمون بی آبرو شدیم. دوست من بترس از روزی که دل پدر و مادر تو بشکنی. اگه قبول داری بنویس احترام پدر و مادرمو حفظ میکنم.